سلام بچه‌ها، به سرزمین ناشناخته خیلی خوش اومدید. بچه‌ها تو این ویدیو قراره که کل خاطرات کودکیتون نابود بشه. شاید بپرسین که چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ بچه شاید ندونید توی کارتونایی که ما توی بچگیمون میدیدیم و به خیال خودمون خیلی کارتونای خفن و جذابی بودن، توی موزیک تیتراژ اون کارتونا یه سری پیام مخفیایی وجود داره که اگه اون پیام مخفی‌ها رو بدونید شاید دیگه اون حس سابق رو نسبت به اون کارتون نداشته باشید که قراره اون پیام مخفی‌ها رو امشب تو این ویدیو بهتون بگم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اگر نظری چیزی داشتین حتما توی کامنت ها بهم بگید که خیلی بهم انرژی میده. بدون حرف اضافی بریم سراغ ویدیو. خیلی خوب، کارتون اول کارتونیه که به شخص خودم عاشقشم و مطمئنم که اکثرتون با این کارتون خاطره دارید و این کارتونی نیست جز باب اسفنجی. شاید به خودتون بگید که دانیال این که اصلا چیز خاصی نداره و از اول تا آخر میگه باب اسفنجی و اصلا چیز خاصی نداره، ولی نه، کارتون باب اسفنجی دوبله فارسی رو نمیگم، باب اسفنجی دوبله انگلیسی رو اگه اون تیتراژش رو ریورس کنید یه سری پیام مخفیایی میشنوید که اصلا فکر نمی‌کنم واسه کودکان مناسب باشه. خب بچه‌ها، کارتون بعدی اسمش هست دورای ماجراجوگر. این کارتون رو اگه اون تیتراژ اولش رو برعکس کنید یه سری پیام مخفی‌های شیطانی میشنوید که ممکنه پراتون بریزه. که بریم سریعتر این کارتون رو ببینیم. کارتون بعدی کارتونی که خودم به شخصه تا حالا ندیدم ولی دیدم که یه سریا دوستش دارن و طرفدارشن و این کارتونی نیست جز بارنی و دوستان. این کارتون هم میگن توی اون موزیکش یه سری پیام مخفیایی وجود داره که فقط با ریورس کردن میتونید بشنویدش. که بریم با هم دیگه ببینیم. بچه‌ها کارتون بعدی، کارتون که نمیشه گفت، انیمیشن بعدی، انیمیشنی که خودم عاشقشم و فکر کنم بالای 500 بار تمومش کردم و این انیمیشن اسمش هست ماداگاسکار که مطمئنم همتون دیدین، خیلی معروفه. این انیمیشن اگه اشتباه نکنم 3 اپیزود داره و ویدیویی که قراره ببینیم مال اپیزود 3 میشه. بریم با هم دیگه ببینیم. خب بچه‌ها اینم از این ویدیو. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. به نظر شما همه اینا شانسی بود یا واقعا یه قصد و غرضایی پشتشه؟ حتما نظرتون رو برام کامنت کنید و اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.